سلام به چنل من خوش اومدید. بیاید یه روز باشگاهی داشته باشیم. اول اون اتمیل اقتصادیه رو درستش کنید. اینجوری میشه بافتش بعد اینکه آماده میشه. من حوصله ندارم تزیینش کنم. شما میتونید تزیینش کنید، خوشگل بشه، بخورینش و از مزهش لذت ببرید. واقعا خوشمزه است. پودر وی استفاده کنید برای تمرین، خیلی بیشتر جواب میده. ولی خب نسبت وی رو مربیتون باید تعیین کنه. الان من به اندازه هر یه اسکوپ ویم 200 سی سی آب استفاده میکنم، ولی اینکه شما چند تا اسکوپ وی باید مصرف بکنید و آبش باید چقدر باشه چیزیه که مربی تعیین میکنه. وی کلا حجم خوبی بهتون میده و وقتی هم که میخوایم بریم باشگاه آرایش نکنید لطفاً، پوستتون خراب میشه. من مسیر خونه تا باشگاه رو پیاده میرم، کوتاهه، یه پیاده روی هم اول صبح میشه. میرسیم به باشگاه خوب و خوشگل و باحالمون. وسایلتون آماده باشه، آب، وی، بادی اسپلش فراموش نشه. محیط باشگاهمونه. من از چند تا دستگاه براتون ویدیو گرفتم. باشگاه خیلی شلوغ میشه و من امکان این که بخوام از حرکت ها ویدیو بگیرم ندارم. سنگین ورزش کنید، از زندگی لذت ببرید. من